баъз 7 ҳизби сиёсӣ расман сабти ном шуда дар Тоҷикистон то имрӯз 4 он исми номзадҳояшонро барои ширкат дар интихоботи қарибулвуқӯи президентӣ эълон карданд. Ҷоиз ба таъкид аст, ки аз ин миён 2 нафарашон Саидҷафар Усмонзода ва Абдуҳалим Ғаффоров аллакай таҷрибаи рақобат барои соҳиб шудан ба курсии президентиро доранд. Ҳарчанд Усмонзода ва Ғаффоров дар сабқатҳои қаблӣ барои президентӣ овози камро ба даст оварданд, вале дар чанд интихоботҳои парлумонӣ ҳамчун вакил вориди маҷлиси намояндагон шуданд. ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод ин мавзӯъро пайгирӣ дорад ва ҳоло бо ӯ суҳбат мекунам. дуруд бар шумо. оё метавон гуфт, ки бо ин номзадҳои аксаран такрорӣ маъракаи интихоботи президентӣ гарм мешавад ва умуман барномаи номзадҳо аз чӣ иборат аст? تشکر شلاجان. بسیار سوال جالب. دیروز بر علاوه رحمتزاده حزب دموکراتی تاجیکستان رئیس خود سعیدجعفر عثمانزاده را همچون نامزد از حزب پیشنهاد کرد که همواره برای پشتیبانی از حکومت کنونی انتقاد می شود. حزب اگراری باشد نامزدی رستم لطیفزاده یعنی رئیس همین حزب و حزب سوسیالیستی هم نامزدی رئیس خود عبدالحلیم غفارов را پیشنهاد کرده است. لطیفزاده بار اول و غفارov بار سوم است در این کارزار سیاسی وارد رقابت می شود. اگر برنامه لطیفزاده تامین امنیت دولتی، تحکیم مرزها و بهبودی سطح زندگی شهروندان باشد، از غفارov که وعده داده است در دوشنبه مترو می سازد. اما وقتی غفارov برنامه‌اش را در حضور ژورنالیست ها معرفی میکرد، پشت سرش عکس کلان امامعلی رحمان آویزان بود. تحلیلگران میگویند در تاجیکستان همه آن نفرانی که امروز کوشش میکنند به کارزار انتخابات وارد شوند به خاطر پر کردن فضای انتخاباتی وارد میشوند. به قول آنها اکثر حزب‌های سیاسی کشور کیسگی هستند و هنگام معرکه‌های پیش از انتخاباتی هیچ تبلیغات جدی را به راه نخواهند ماند. خب раҳбари ҳизби социал-демократии Тоҷикистон Раҳматилло Зоиров мегӯяд пайравонаш талаб доранд, ки ҳизб дар интихобот номзад пешбарӣ накунад. чаро? ببینید این حزب هنوز برگزاری انجمن خود را اعلان نکرده است، ولی به گفته زایروف 2 بخش ولایتی 15 سازمان شهری و ناحیوی همین حزب گفتند که حزب نباید در همین انتخابات اشتراک کند و سازمان‌های دیگری حزبی طلب کردند که انتخابات غیر قانونی و بایکوت شود. زیرا زایروف روز 21 آگوست در صفحه رسمیش در فیسبوک نوشت که 10 سازمان حزبش از احتمال پیشبری نامزدی رستم امامعلی پسر بزرگ پرزیدنت امامعلی رحمان به مقام پرزیدنتی نگرانی کرد و گفتند اگر نامزدی او پیشنهاد شود احتمال در کشور جنگ شرمنده سر زند. ولی زایروف دلیل و یا سبب این نوشتهش را نآورده است. چرا و برای چی؟ ضمناً به گفته تحلیلگران انتخابات نوبتی یک اینتریگای اساسی دارد. آیا در این معرکه ما شاهد رقابت پدر و پسر امامعلی رحمان با رستم امامعلی خواهیم شد؟ ببینید حزب خلق دموکراتی تاجیکستان که امامعلی رحمان و پسرش عضو همین حزب هستند تا کنون نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات در پیش ساده معلوم نکردند. این حزب و جانبدارانش هنوز به اظهارات رهبر حزب سوسیال دموکراتی واکنش نشان ندادند، چون که زایروف در اظهاراتش نوشته است که برخی از اعضای حکومت مخصوصا نسل کلانسال دستگاه حکومتی نیز به نامزد شدن رستم امامعلی چندان راضی نیستند. رستم امامعلی 33 ساله شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی تاجیکستان است که رسما نفر دوم در جمهوری به شمار می روند. یک تمایلی به نظر می رسد که احتمال وی جایگزین پدرش شود، اما اکثر تحلیلگران میگویند که در این نوبت هم امامعلی رحمان وارد انتخابات پرزیدنتی می شود و همان سلسله سفرهای اخیر او به نواحی اطراف دوشنبه، بدخشان و کولاب و سوخت را نمونه میارند که یک برنامه پیش از انتخاباتیش بوده است. اما با این وجود ما منتظر انجمن حزب خواهیم ماند که در اوایل ماه سپتامبر برگزار خواهد شد. تشکر برای صحبت. حالا یک آگاهی پیشنهاد شما بینندگان عزیز می شود و بعد آن درباره محاکمه قاتل 51 مسلمان در زلندیای نو و عینک تاریخی گندی که بیش از $300,000 نرخ شده است صحبت میکنیم.